سلام، من محمدم. این اولین ویدیو کانالمه با دوستان عزیزم امیر. سلام علیکم، من امیر عباسم. امروز اومدیم با آقا محمد ساخت یک دستگاه به نام فوکیو که با هم درستش کنیم. این لوله اینه خب این همین اینو میگیم اون خیلی قویه. سایزهای دیگه هم میاد. یه سایز انقدی از 1 متری هر جوری که دوست دارید. یا سایزهای دیگه بزرگ هر سایزی بخواید هست. هر جوری بخواید. به خودتون بستگی داره که چی می‌خواید درست کنید. برای ساخت این که لوله آب می‌کنه. لوله آب میاد. برای ساخت تیره به کاغذ و چند تا سوزنده که الان آقا محمد وسیله‌اشو میاره که جلوی شما درست ساخت تیر این فوکیا دو مدل تیر هستش. مدل اول که به صورت مربع می‌بریم، مدل دوم به صورت مستطیل. این صورت مستطیلش خیلی بهتره. اگر خواستیم بسازیم به نظر من اینو بسازیم. حالا اگرم این آسان‌تره ساختنش ولی این قدرت بهتری داره. اول اینو مربع می‌برید یه تیکه کاغذو، بعد می‌گیرید به صورت این شکلی مخروط می‌ذاریدش. یه چسب میزنید سوزنتون رو، سوزن یا میخ، حالا هر چی خواستید میتونید بردارید دیگه. میندازید اول چسبشو بزنید اینجوری، حالا بهتر اضافهشو بگیرید بذارید روی همون فوکیاتون، یه با انگوش اینجوری چرخ بدین، اینجوری یه شیاری اینجا میفته. این شیاره رو با قیچی میگیرید. حالا سوزن رو بیارید از این ته فشار بدید بیاد بیرون. حالا من یه ذره شل بستم میزنه بیرون. یه چسب دیگه هم برمی‌داریم. روشو میزنیم و اضافه چسب هم میگیریم. این الان تیر مربعی. برای مستطیلی دستمون اینجوری میگیریم اینجا و هی میچرخونیم، اینجوری میچرخونیم. اینو سوزن هم میتونید بذارید ولی بدون سوزن هم قدرتش زیاده. دوباره یه تیکه بس بخور باز کردیم زدیم اینجا که راحت‌تر بکنیم و سخت‌تر. دست رو برمی دارید میزنید. حالا اگر هم سوزن خواستید از این بالا باید یه زنوکشو پهن‌تر بگیرید، اینو بندازید از اینجا در بیاد به اینجا که در اومد میگیرید اینجوری میکشیدش به صفر هستم. یه ذره که اومد بیرون چسب رو میزنید. چسبشو که زدید دوباره میذارید روی این اندازه میگیرید و قیچی میکنید. بریم برای تست این دوتا. تیر اول همون تیریه که با کاغذ مربع درستش یاده. 1 2 3 دو دیگه. این اصلا قدرتی نداره که خود جلو بره، ولی تیری که با کاغذ مستطیل درستش کردیم می‌بینید که اصلا هم سریعتر حرکت میکنه. این تو برد خیلی بهتره. کلا به نظر من این تیر رو درست کنید خیلی بهتر از اون تیر. الان میخوام این 4 تا تیر رو روی 4 تا سایز مختلف فوکیو انتخاب کنید. بعد قبل اینکه بخواید انتخاب کنید میخوام یه چیزی بگم که توی فوکیو نباید فوت بکنید. بعد کل باد دهنتون رو همزمان اینجوری فوت محکم کل باد دهنتون رو همزمان بدید بیرون. اگه مثلا فوت بکنید، یعنی الان تیری که برای فوت بکنید هر چطور تیر اون نمیده، ولی اگر مثلا اینو یهو بدید بیرون می‌بینید که چقدر سریع رفت. من چند مثلا 4 تا فوکیو رو روی این ترتیب رسونم. اگه نرفتش اشکال نداره چون من الان دارم با سوزن ترگه دارم کار میکنم، چون اگه بخوایم برید توی تخت و اینا توی چوب گنده درخت و تخت و اینا بعد هم استفاده کنید که صفر استفاده کنیم با لوله نازک کنیم که تیرش هم
نرفتش تو. تست بعدی میخوایم بریم با پاکی‌های جیبی رو امتحان کنیم. تیرش هم بریم برای تست. برای تست بعدی هم میخوایم بریم با یه همون پاکی‌های جیبی، سایز داخلش همونه ولی بلندتر. برای تست آخر ما این لوله آهنی به نظر اصلا میتونید استفاده کنید از این استفاده کنید چون تاب نمیگیره و اگه آفتاب بخوره داغ نمیشه و اینا خیلی جنسش محکم‌تر و سفت‌تر. الان نکن انقدر سوزن رفته داخل چوب به این سفتی.